نقص سلامتیم نقص خدا خواهد روزای نزدیک میپرام کرده همش نقص شما کی از بیمارخانه اسفره به خوجند آمده؟ روزی روز سیوم اگر خطا میکنم سیوم چی ضرورت شد که شما اینجا انتقال دهند شما رو؟ برای همون تیر گرفتن همینجا باید چکنن انتقال کردن منه بیمارخانه شهری خوجنده با موفقیت جراحی گذشت حاضر خودم نقص من آماده هستم که با خلق وطن خدمت کنم. دقیقاً کجای شما زخمی شد؟ از کدام طرف؟ از طرفی کیفتی راست زخمی شد تیر دخترو از طرفی چپ یافته گرفتن حاضر یکم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم من پروده معلوم شد که این تیری چی بوده است؟ کدام نمودی سلاح؟ اکنون این اکسپرتیز مایم میکنم. بله. و این در کدام حالت شما زخمی شدید؟ حالتی که شاید اونجا پنهان میشدید یا حالتی که با خلق کار میکردید؟ من میخواستم همونجا رفته اون مسئله‌ای که بود با طریق گفتگوشنی حل کنیم افسوس که از طرفی دولتی همسایه به یگان آگاهی جنگی تیر شده شد و من در همین حالت زخمی شدم. بعد چند لحظه شما در همونجا قرار داشتید تا بیمارخانه آمدن؟ قریب طولی 4 ساعت در همونجا قرار داشت. کی کمک رساند بیشتر اونجا؟ همونجا یک کارمندی حکومت بعد کارگری شعبه کارهای داخلی کارگری میلیسه کمک رساندن برای من تا بیمارخانه آمدم. این دقیقاً کدام روز بود؟ کدام ساعت شما تیر خوردید؟ همون ساعتی اول هم تو مناقشه که سخت شد بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایه ها تیر شدن بعد از همون حالت زخمی شد. یعنی سنه 29 اپریل دقیقاً ساعتهای ممکن یک 10 باشد یک 5 باشد. اما شما اونجا پیشتر رفته بودید شاید با یگان کاری خودتان یا برای همین مناقشه سر نزدن با مردم کار کردن رفتید؟ البته. کدام وقت شما رفته بودید به همون محل؟ بر وقتر تا همون وقت شنیدیم که اونجا مردمی همسایه بسیار جمع شده هستند برای رفتن اونجا مناقشه سر نزدن برای گفتگو با راهبرای جمهوری قرقیزستان همونجا حاضر شدیم. اما روزی نصب کامera کدام روز بود؟ چون که بسیاری ها سبب اساسی مناقشه همین میگویند. سنه 28. در جانب تاجیکستان چند کامera هست و این کامera کارش از چه عبارت است؟ در طرف تاجیکستان 3 کامera در طرف جمهوری همسایه که شاید زیاده از 4-5 کامera آلکای نصب داشت. جایی که شما کامera نصب کردید این حدود تاجیکستان است؟ حدود تاجیکستان. دقیقاً کدام اطراف مثلا از همون بالای پل این طرف یا در بالای پل قرار داره؟ نه از پل این طرف. اما ساکنای اون طرف چی میگن این حدود قرقیزستان است و باید ما اثبات کردیم که از روی خط شرطی حدودی تاجیکستان. اما تا چند روز به این راضی شدن؟ به هر حال با روی خودشون قبض دادن که تا کامera نگرفتم ما چی نمیکنیم مجبورا میگیریم به طریق زوری میگیریم. آغاز جنگ از طرف کی بود؟ سنگ پرتایی یا تیرکشایی؟ از طرف جمهوری قرقیزستان. ساکنای ملکی یا نظامی ها اول تیرک شدن؟ نه اول سنگ پرتایی شد بعد از وی نظامی ها بی آگاهی بی یگان وی بس سوی شهروندای تاجیکستان تیرک شدن.